السلام علیکم دوستان عزیز، السلام علیکم مخلصان شبکه شهنان. ما امروز آمدیم و محله بوزی برای تبریک کردنی هم در روز زادروز پدر مهربان را، هم با جشن بین المللی زنان مادر مهربان را تبریک میگویم. از نام فرزندانشان که با یک مهنتی حلال کلان کرده تربیت کردند، آنها در این روز خرسندی همچون رمز تشکر یک چند آن تحفه های ارزنده و زیبنده را پیشکشی پدر مادر خود میکنند و آن لحظه ها را پیشکشی شما میکنیم. با ما باشید. رفتیم. السلام علیکم پدرجان های عزیز، شاهسوتان خاندان ما. السلام علیکم مادران مهربان، زیباترین مادران عزیز. و امروز پیش از همه که هر بار ما بعد از درآمد مادران پدران را تبریک میگفتیم، امروز خواستیم که روز گذشته باشد هم هر روز برای فرزندان بیرام است که پدر مادر در سر زنده باشند. امروز شما را با جشن بین المللی زمان بانوان با 8 مارس صمیمانه تبریک میگویم. بگذار مانند گلهای بهاری همیشه گلگل شکوفان باشید. از صف دوستان کم نشوید. مانند امروز زیبا نادیل جوانگل شده خرسند و خوشبخت شده گردید. و امروز فهمیدیم که در این خاندان روزی زادروزی ابلاغ‌العمل بوده است و البته به نزدشان برای تبریک کردن قربانای خاله را تکلیف میکنیم. البته به شما اجازه میدیم شنیتان ما آنها را تبریک میکنیم و پیشکشی شما میکنیم. مرحبا دتا خرسک میزنیم تکلیف میکنیم ابلاغ‌العمل. مرحبا قربانای خاله، مرحبا شنیتان استراحت کنید. مرحبا. امروز ابلاغ‌العمل فهمیدیم که در این خاندان یک روزی خرسندی بوده است، روزی زادروزی شما. باز 8 مارس که شب جشن گرفتیم، روزی زنان بانوان و مادران بوده است. ما خواستیم که هر دوی شمایان را، والدین عزیز را تبریک بیاییم و از نام فرزندان خواستیم تبریک گوییم. امروز ابلاغ‌العمل نو چند ساله شدیم؟ نه حالی 19 ساله بیدی خیمتیر نک نداری نو جوان. وقتی جوانی وقتی خرسندی خاله جان باشد حالی 18 ساله هم خیلی وقتی جوانیتان و برنادلیتان و این خیلی سلامتیتان با چشم نرسد. حاضر تا آمدن همراهی فرزندان هم صحبت شدیم. گفتن که پدر مادر ما در وقتش تا ما را به وایه رساندن بسیار زحمت ها کشیدند، مهنت های حلال کردند. رحمت برایشان که یگان بار ما سخن بدشان را نشنیدیم، یگان بار دشنامشان را نشنیدیم. میخواهیم که بجای تاج طلایی که پادشاهان میکنند ما پدر مادر خود را تاج طلایی کرده در سر خود میداریم. امروز زادروزی پدرم هست، امروز مولودی پدرم هست. میخواهیم که پدر همراهی مادر نازنینم عمری دراز بینند، چرا که در دم جوانیشان فقط مهنتی سیاه کردن، فقط مهنت کردن برای ما را از هیچ کس کم نکردن، خوراندن، پوشاندن تمام آن لباسهای زیبا را، آن طعامهای پیش را پیشکشی ما میکردن. رحمت برایشان. ما دوست میداریم، ناز میبینیم پدر مادر ما. میخواهیم که مناظر پاندمی بفهمیدیم که برای انسانیت از همه پیش سلامتی بوده است. این زر و زیور، این خانه و قصر، هر چیزی که بوده است گذر داشته است. میخواهیم که فقط صاف و سلامتی باشد. عمری درازی سعدیانه را، کیفیت خوششقشقی خیامانه را تمنا داریم. فرزندان گفتند که پدر عزیزمان همچون آفتاب در آن شبهای تاریک برای ما روشنی میکردند، همچون دریا در وقتی تشنگی برای ما آب بودن و بسیار دوست میداریم. برای پدرم رسانید که در دو دنیا سربلندم از دعایت ای پدر. من کتابی نابی پندم از دعایت ای پدر. یک قدم از گفته‌ات بیرون نماندم، پای خود نزد یاران ارجمندم از دعایت ای پدر. گر تمامی سال بارد بر سرم باران و برف، کوهساری بگزندم از دعایت ای پدر. تا تو باشی در برم چون کوهسارانی دیار، از بلندی ها بلندم از دعایت ای پدر. امروز فرزندان گفتن که ما در همین محله بوزی در شهر سمرقند در ازبکستان از همه انسانی بای هستیم، چرا که در سر تاج سر داریم، پدری دعاگوی داریم، مادری مهربان داریم. امروز روزتان مبارک باشد. البته قربانای خاله دیر باشدم امروز
با بزمی زیبا، با امروزه زادروز احمدجان عزیز، با 8 مارس شما را تبریک میگیم. نظامی فرزندان گفتند که مادر مهربان ما یک چشمه خشک نشونده مهر و صداقت و محبت هستند. از مهرشان، از آن نانهایی که در تنور بهر ما میپختند، حالا هم در پیش چشمان ما هست. مادرمان را دوست می‌داریم، بسیار دوست می‌داریم، حرمت می‌کنیم. می‌خواهیم که هیچ وقت خسته نباشند و همیشه همراهی پدرم پیر شوند و در دم پیریشان ما فقط در خدمت باشیم. برای مادرم رسانید که ارزد به هر دو دنیا یک حرفی نامی مادر، بعدی خدا و قرآن باشد مقامی مادر. گر شاهم و وزیرم، سلطان یا امیرم، دنیا به دست گیرم، هستم غلامی مادر. مادر مرا بیزاد است، آغوش مهر کشاده است، شیری سفید داده است، خوش است نامی مادر. امروز روز خرسندی مبارک، بزم زیبا را مبارکباد میگوییم. قربانای خدا، پیش از تمام امروزه مهمانان، پیش از تمام امروزه مهمانان عزیز یک احمدجان تبریک کنیم. مرحمت. مردم صد درون حضوری بچه‌های بینا صاحب سلامت گردن. رحمت سلامت باشند. امروز روز خرسندی مبارک. حاضر که احمدجان با من گفتند که یکتم خالجانت با شعری زیر تسو هم نخوام که اگر همین چرخی فلک باز یک بار دیگر با من تقدیر بیاید، اگر باز من به یگان شبهه و گمان همین خالجانت انتخاب میکنم که با من چنین فرزندهای اصیل را به دنیا آوردند. لایق بزرگ فرمودند برای پیران و کلان سالان، اگر یابم جوانی ای دوباره تو را تنها تو را میخواهم و بس. به هر قیمت به هر قسمت که باشد تو را هرگز نخواهم داد. برکزده کرسک زنه برای جوانان امروزه مبارک باشد. احمدجان الها به سلامتیتان چشم نرسد، علم خیلی برنادیل و بردم شده گشتن نصیب کنند. حاضر در اینجا میبینیم دوستان نزدیکان هستند، یک تک سخنهای نیکشون را میشنویم. مرحبا. السلام علیکم مهمانان میزبانان. من حاضر امروز زادروزی خودم را ابلاغ کل زادروز شهر عیسی است. این کسی تبریک میکنیم. عمرش هم دراز شد، رزقش هم فراز شد. الان صد بدران خرسندی تینجی. السلام علیکم مهمانان و میزبانان گرامی. من امروز در خاندان دادروزمان تنتنه زادروزشان عمرشان دراز شد، صد بدران. با امسال امروز با همه خیلی مول شیم و کم نشیم، روزای نفت بیم. سلام علیکم آموزان با گذاشته که بایرام که همتون تبریک کنم بیفو تو صد بدهید. خدا دیگه عمره از من شیرزارونید. سلامت باشید. اعتبار بر عمل همتون. سلامت باشید. این کسی تبریک کنم. خیس البته امروز قربانای خدا چند سال شد احمدجان عزیز که اویله بستیم. ابلاغ چند سال شد؟ 40 سال شده است. 40 سال با چند بار در یا زادروز یا در 8 مارس گل پدرکه میکنن. می‌نمی همین مردای سمرقند همه خیلی که بعد از گفتن چقدر نیت‌ها میگن و آرزوها می‌دارن، لیکن عمل با نیست. گل پدرکه میکردن می هیچ خیر راست شکل می. حاضر در اینجا از نام علمی ابوالقلامر یک دسته گل زیبای دست شما ترکیل خودشان ما گفتن که یک گل زیبای سمرقند انتخاب کن کنی. از نام من یک پاشد به میسپاره گفتن تا کرسک زنیم گل میسپاره. مبارک باشد. مبارک باشد. و حاضر در اینجا در دست فرزندانشان یک تله‌واری بودن برای مادر مهربانشان گرفتن در روز زادروزی پدر. البته امروز روز خرسندی است. گفتم که هر دوی آنها را ما تاجی سر میکنیم. آنها ارزندند به هر یک زر زیور دنیا. مرحمت میسپاریم. زادروز مبارک باشد. هر سر میزنیم. مبارک باشد. السلام علیکم همتون، خوش آمدیتون. امروز زادروزی ملامکم الهیم صد بدران وقتی من با صاحب سلامت کردم دعاگویی بچه‌ام شده کردم همه وقت. رحمت اومدگاتون رحمت
بهتر تبریک میکنیم من صد بدرم عمرش دردشم بودن تبریک میکنم رحمان این کسی صد بدرم گو بچه سرت هم میخونیمی؟ سعی نباشد با تبریک کننده ها باشن اگر سخنهای نیک رو شنویم مرحبا همتون با السلام علیکم خوش آمدین در درگاه ما امروز دیرت دادیم الهی صد بدرم بختیمون به ساق باشن بولی سری بچه‌مون و بولی سری من یکیم به ساق باشن خوش آمدین همتون با السلام علیکم میمونای عزیز خوش آمدیتون نوری دیدار من امروز اینا روز روزش بوده است صد بدرات کشه قریب کنند فدری بچه هاشه بینند خانه جوش باید شود تقدیر کنند مرحبا زادرز ارکن 50 سالگیشون 600 12 سالگی 12 سالگیشون عمر دراز کرد رزق فراغ سر بچگیشون رو ساخت سلامت گردن الهیم دولت پیری کرد خدای کامل اولا بار السلام علیکم خوش آمدیتون نوری دیده تاج سر تاقام صد بدرام دلشون به چینی که موشن نیتاشون برسن رحمت سلامت باشن صادروز را مبارکباد میگیم حاضر میبینیم که در اینجا در دست فرزندان نویره ها شیرینی را تیار کردن ابلاغلامت وقتی که توی بود وقتی که جوان و داماد بودید شیرینی میبریدیم می نمی تارت میبریدیم می وقتی توی بود میبریدیم ما انانه یک جای امروز نو میکنیم خوی شیرش خونه بعد از اون میبریم با دیرینگ اما جا اونگا گیرینگ دا اکام کدن جا نانو چاوی تایار پلی رحمت سلامت باشن مرحمت شیرینی یک تا پیش شما نزدیکتر بیارید کارتا تیار باشد اگر امروز ابلاغلامت قربانای خلا یک جایه شیرینی را میبرند از آن تناول میکنند بعد به هم میبرند همراهی مهمانانشان مرحبا مبارک باشد زادروز مبارک رحمت سلامت باشن مبارک باشن مادران عزیز زنهای زیبای سمرقند اکنون حاضر ما همراه خود یک اشلای شیخ آمردگی موزیکای شیخ آمردگی یک جایه امرجانی عزیز از دوستان و نزدیکان تکلیف میکنیم الان دوری زیبا با یک جای میرقصیم امروز روز خورسندی را هم زادروزی شما را هم ایدیز بانوان و مادران را دوام میدهیم و خوشرو کرده اصول بازی میکنیم مرحمت سرودهای شیخ برای شما مرحمت
بودان عزیزان، یک لحظه های خرسندی، یک لحظه های بسیار هم فراغتی که ما پدر مادر عزیزی خاندان را از نام فرزندانشان تبریک کردیم. خود پدر عزیزی خاندان چندین سالها در آن باد و هوای تازه با نگاهبینی چارواها مشغول بودند و امروز نیز فرزندشان از پس راهی پدر میروند و البته امروز از نام امیدجانکه نیز تبریک میگوییم پدر مادر این خاندان را، ابلاغلمک را، قربانای خدا را تبریک میگوییم. بگذار همیشه در این روزهای خرسندی آمده تبریک کردن نصیب کند. همیشه بهر شما میگوییم که با ما باشید، با شبکه شهنام سلامت باشید. جشنی زاد روز شما، در زندگی خوب و خوشترین روز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادن از آن که روز فیروز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادند از آن که روز فیروز شما. شادند از آن که روز فیروز شما. زاد روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چه زیباست چه زیباست، این روزی نگویتان مبارک مبارک. دل شادیم از غم همه آزادیم، مایان همه دل شادیم از غم همه آزادیم. تبریک شما گوییم از بزم و طرف شادیم، تبریک شما گوییم از بزم و طرف شادیم. صد روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چه زیباست چه زیباست، این روزی نگویتان مبارک مبارک. خوشبختی زمان باشه، ما اهلی هنر خواهیم خوشبختی زمان باشه. در زندگی شیرین زیبا و جوان باشه، در زندگی شیرین زیبا و جوان باشه. امروز که روزی جشنی زاد روز شما، در زندگی خوب و خوشترین روز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادن از آن که روزی فیروز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادند از آن که روزی فیروز شما. شادند از آن که روزی فیروز شما. زاد روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چه زیباست چه زیباست، این روزی نگویتان مبارک مبارک.